جالبه بدونید که تاریخچه پیتزا برمیگرده به دوران هخامنشی و در حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح سربازان هخامنشی سپرشان را روی آتش می‌گذاشتند و بعد خمیری روی آن گذاشته و پنیر و خرما به آن اضافه می‌کردند. پیتزاهای مدرن در ابتدا در ناپولی ایتالیا در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 طبخ می‌شد. بر طبق افسانه‌های معاصر نمونه اولیه پیتزا یعنی پیتزای مارگاریتا در سال 1889 اختراع شد که کاخ سلطنتی کابودی مونته از آشپز خود رافائل اسپوسیتو به افتخار بازدید از ملکه مارگاریتا پیتزایی درست کرد. او برای این بازدید 3 پیتزا آماده کرد. از میان 3 پیتزای تهیه شده توسط او ملکه پیتزایی که به 3 رنگ پرچم ایتالیا یعنی قرمز گوجه فرنگی، سبز ریحون و سفید پنیر موتزارلا بود را انتخاب کرد که این پیتزا به پیتزای مارگاریتا نامگذاری شد. بعدها در قرن 19 پیتزا توسط مهاجران ایتالیایی به آمریکا رسید و پیتزا لومباری نخستین پیتزا فروش آمریکا بود که در سال 1905 میلادی در نیویورک افتتاح شد. اولین پیتزا فروشی ایران هم پیتزا داووده که در خیابون نوفلا شاتو تأسیس شده. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یک بار شده از این پیتزا استفاده کنید. حالا شما بگین چه پیتزایی دوست دارین؟ برامون تو کامنت ها بنویسین و ممنون از انرژی گرمتون.